سرخط خبرهای مهم. فرمان دعوتی حربی تیرماهی امضا شد. یونیستریم شرط‌های انتقال پول برای تاجیکستان را تغییر داد و بازداشت زنی که 43 نفر را با وعده سفر حج فریب داده است. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز جمعه 1 سپتامبر. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان دعوتی حربی تیرماهی را امضا کرد. طور دفتر مطبوعات پرزیدنت خبر می‌دهد آن از 1 اکتبر آغاز گردیده تا 3 نوامبر ادامه می‌یابد. در اساس این فرمان در معرکه تیرماهی جوانان سال تولدشان 1995 و 2005 به خدمت حربی جلب می‌شوند. رئیسان شهر و ناحیه‌ها یکجا با کمیساریات‌های حربی موظف شدند که دعوت شهروندان را به خدمت حربی به راه مانند. بنا به قانون نو جوانان سن دعوت حربی می توانند که با پرداخت مبلغ خدمت 1 ماهه حربی کنند و صاحب بلیط حربی گردند. اما اگر تا 1 سپتامبر امسال ارزش خدمت حربی آلترناتیوی در تاجیکستان 28560 سومانی بود، شروع از امروز 1 سپتامبر آن به 51000 سومانی بالا می رود. معلوم نیست چرا نرخ خدمت حربی آلترناتیوی یک باره 78% یا قریب 2 برابر بالا می رود. ولی در گذشته اعلان ارزش خدمت آلترناتیوی واکنش‌های گوناگون را به وجود آورده بود. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان، مهترسالاری، یاد دفشینه و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. یونیستریم یکی از بانک‌های روسیه شرط‌های انتقال پول برای تاجیکستان را تغییر داده است. طور سامانه رسمی این بانک خبر داده است از این به بعد هم از روسیه به تاجیکستان و هم از تاجیکستان به روسیه این بانک انتقال یورو و دلار را قطع می کند. اما با گفته مسئولین این بانک عملیات با روبل ادامه خواهد یافت. یونیستریم یکی از نظام‌های معروف انتقال مبلغ از روسیه به کشورهای پساشوروی است. این نظام با بیشتر از 30 کشور دنیا کار می‌کرد. آن بیشتر برای مهاجران مهنتی آشنا است که برای خانواده‌هایشان از روسیه توسط آن مبلغ انتقال می‌دهند. در همین حال بعضی از مهاجران می‌نویسند که انتقال پول از روسیه به یک قطار کشورهای پساشوروی چند مراتب افزایش یافته است. 2 سال پیش وقت طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، نظامیان آمریکا به 40 عضو یگانه واحد تعیینات خاص یا خود زنان کماندوی افغانستانی کمک کردند تا از افغانستان خارج شوند. تا امروز مقام حقوقی این زنان روشن نشده است، ولی یک گروه آمریکایی با نام کاماند پرپوز سعی دارد به این زنان در رفع روح افتادگی از حوادث گذشته و امید به آینده تشویق نماید. گزارش همکارمان اسکندر خواجه میرزاده در این موضوع است. این زنان در شهرکی بوده ایالت تگزاس ایالات متحده آمریکا از اشیایی که در گذشته استفاده می بردند محصولات نو می سازند. در این روند لباس را به متاع خام تبدیل می دهیم. این یک معجزه است و این زنان در این نوع کیمیا سهمگذار هستند. سر و لباس نظامی، کلاه، رویمال و غیره ابتدا قیچی شده بعد شسته و به اشیای خام تبدیل داده می شود. سپس از آن کاغذ می سازند و یا به حیث اشیای خام در نقاشی هایشان استفاده می برند. اینجا مسئله فراموش کردن درد و الم و آزاد شدن انسان از حوادث دردناکی گذشته است. نام این لایحه نیز رها است. زنانی که شامل آن می باشند سابق اعضای یگانه گروه زنانه تعیینات خاص ارتش ملی افغانستان بودند. آنها در همراهی با سربازان گروه‌های تعیینات خاص ارتش ایالات متحده آمریکا در ساحه‌های معلوماتی اکتشافی پیدا می‌کردند که دیگران نمی‌توانستند. با سر قدرت آمدن طالبان وضع تغییر یافت. بیرون شوی ما سرشار از خرج و مرج بود. احساس می‌کردیم که یک چیزی نزدیک به دل و جان به فرهنگ و مردممان در فاصله روزها و ساعت‌های فرو می‌ریزد. سر از کلی در سالهای 2019-2020 در افغانستان با واحد تعیینات خاص زنان افغان ایفای وظیفه کرده است. وقتی نظارت کابل به دست طالبان گذشت، او به زنان نظامی افغان در ترک این کشور کمک کرده است. در یک روز آرزو و هدف همه را از دست دادیم.
Everything was like changed and one day everything. در طول 2 سال سپری شده تخمیناً همه 40 زن کماندوی افغان به امریکا انتقال یافته حالا معلق در هوا منتظر تصدیق سندهای پناهندگی می باشند. آنها از کشوری بودند که در آن زنی نظامی هدف حمله ها بوده است. این دلیل که بعضی از آنها تا هنوز مقام پناهندگی نگرفته و آیندهشان روشن نیست، ناعدالتی است. حسنی می‌خواهد مطمئن باشد که او و اهل عائله‌اش هیچگاه به دست طالبان نخواهد افتید. این خانم همزمان آرزو دارد که صاحب حق اقامت و یا گرین کارت امریکا شده به صف‌های ارتش این کشور پیوندد. یک ساکن شهر دوشنبه برای به حج فرستادن 43 نفر نزدیک 40,000 دلار گرفته ولی آنها را به حج نفرستاده است. دادستانی شهر دوشنبه خبر داده است که سیده کریمزاده 32 ساله زاده شهر کلا و ساکن ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه با مقصد تصرف مال و ملک غیر با راه فریب و سوء استفاده از باوری 43 شهروند تاجیکستان را فریب داده است. این نهاد گفته است نسبت سیده کریمزاده برای قلابی و مقدار مخصوصاً کلان پرونده باز شده او در حبس پیشکی قرار دارد. نظر سیده کریمزاده وکیل دفاع یا نزدیکان او دسترس نیست. این بار اول نیست که در تاجیکستان ساکنان را به فریب دادن طلبکاران حج بازداشت میکنند. ماه ایول امسال وزارت کار داخلی 2 نفر را برای فریب دادن 10 اعتقادمند که نیت حج را داشتند دستگیر کرد. منابع آزادی گفتند فردوس 19 ساله و نوروز حسنов 25 ساله بس خود کردن حدود 4 میلیون دلار متهم می شوند. اما نوروز حسنов اتهام این مقامات را به اساس دانسته گفت کسی را فریب نداده است. در تاجیکستان تنها کمیته دین حق دارد ساکنان را به حج فرضی فرستد، اما مقامات میگویند صرف نظر از آگاه کردن مردم تا حال ساکنان برای سفر حج به شخصان علاهده مبلغ داده فریب میخورند. و در بخش یک روز تاریخ همکارمان خیرمان بقازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. 1 сентябри соли 2018 президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар як пешниҳоди ғайримунтазира хост ки духтурони дандон, кормандони кошонаҳои ҳусн ва сартарошҳоеро ки боиси ба бемории сироятӣ печидани сокинон мешаванд ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашанд. эмомалӣ раҳмон гуфт дар кишвар беш аз 250 маркази хусусии табобати дандон фаъол аст ки вазъи қисме аз онҳо ташвишовар мебошад. як сол баъдаш додситонӣ гузориш дод ки беш аз 100 корманди кошонаҳои ҳусн ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. 1 сентябри соли 2016 Дмитрий Медведев, нахуствазири Русия, аз теъдоди зиёди номзадҳо ва докторҳои илм дар Тоҷикистон тааҷҷуб карда гуфт ки ин ҳолатҳо бояд санҷида шаванд. ин замоне буд ки донишмандону муҳаққиқони тоҷик барои ҳимояи рисолаҳои илмӣ ба Комиссиони олии аттестатсионии Академияи илмҳои Русия муроҷиат мекарданд. дере нагузашта пойгоҳи таҳқиқотии Дисернет даҳо олимон ва ҳам мақомдорони баландпояи тоҷикро дар плагиат ё дуздии осори илмии дигар донишмандон муттаҳам намуд. 1 сентябр дар Тоҷикистон рӯзи дониш аст, чун дар ҳамин рӯз садҳо ҳазор шогирдон соли нави таҳсилро дар мактабу донишгоҳҳои кишвар шурӯъ мекунанд. сатҳи донишомӯзии шогирдонро дар Тоҷикистон ба хотири мушкилоти иқтисодии хонаводаҳо ва ҳам дахолати давлат ба ҷараёни таълим ва сиёсатзада кардани он интиқод мекунанд. субҳи имрӯз қурби рубл 1 сомонии дигар поин рафта 1000 рубл ба 113 сомонӣ баробар аст. 100 доллар ба 1096 ва 100 евро 1191 сомонӣ муқаррар шудааст. бонки миллӣ нархи пулро чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ин охирин барномаи навид дар ҳафтаи равон буд. бароятон истироҳати хуб таманно дорем. хайр.